سه تا ناحیه که معمولا توقع داریم روی این نواحی جمع کردن استاپ ها یا استاپ هانت یا نقدینگی اتفاق بیفتن. یعنی چی؟ ببینید یه ناحیه عرضه اینجا هستش که همه به دنبال این هستن که قیمت از اینجا ریزش کنه، اما یه اتفاقی میفته، قیمت میاد خیلی عالی و پرقدرت اینجا رو میشکنه و کل استاپ های این بالا رو جمع میکنه و بعد ریزشش رو انجام میده. اینجا اگر شما بدونی روی چه نواحی معمولا این اتفاق میفته، همین که الکی استاپ نمیخوری، همین که میتونی از این به نفع خودت استفاده کنی. اولین ناحیه که مد نظر ماست کف و سقف های ماه قبله. قبل از اینکه بقیه توضیحات رو بدم، این ویدیو خیلی مهمه، حتما لایکش کن که بقیه ویدیوهام رو هم ببینی و سیوش کن، چون باید بری ازش بک‌تست بگیری، همینجوری نمیشه از بازار پول در آورد. های و لوهای ماهیانه به شدت اهمیت دارن. قیمت میاد زیر لو ماهیانه، یک بار استاپ های این زیر رو میزنه و حالا همه سلر شدن، یک بار هم استاپ های اینجا رو میزنه و بعد یک حرکت قدرتمند اتفاق میفته. این حرکت قدرتمند به خاطر اینه که اوردرهای بزرگان مارکت جمع شده، کاملا پر شده و این حرکت های عالی قدرتمند به خاطر پولیه که در این موج شناسایی میکنی. اینجوری هم سریع تارگتت میخوره، همین که الکی استاپ نمیخوری. های ماهیانمون رو هم میبینید که همین اتفاق روش افتاده. اول قیمت اومده اینجا رو هانت کرده و بعد اون حرکت ریزشی رو داشته. نکته دوم، کف و سقف های هفته قبل. کف و سقف های هفتگی بسیار اهمیت دارن که ما هر هفته باشون درگیر هستیم. های و لوهای هفتگی رو بکش. معمولا قیمت در های هفتگی میره بالای اونجا و استاپ ها رو جمع میکنه، بعد میاد اون حرکت اصلی رو انجام میده و در لوهای هفتگی هم این اتفاق میفته. اگر شناساییش کنی میتونی ازش سودای خوبی بگیری. چرا؟ چون حرکت هایی که بعد از جمع کردن نقدینگی اتفاق میفته بسیار قدرتمند و جذاب هستن و میتونی سودهای عالی ازشون بگیری. نکته سوم، کف و سقف‌های روزانه. اینا رو ما تقریبا هر روز باشون درگیر هستیم. های و لوهای روز قبل خیلی میتونن جذاب باشن و تقریبا هر روز میتونن به ما نقطه ورود بدن و میتونی ازشون استفاده کنی. معمولا قیمت میاد های و لوهای روزانه ما رو هانت میکنه و بعد حرکتش رو انجام میده. البته اینجا دیگه خیلی تهاجمی برخورد کرده، احتمالاً تایم اخبار بوده و ما یک لو رو هم داریم اینجا میبینیم. قیمت میاد زیر این ناحیه و از این حرکت استفاده میکنه. حالا چند تا مدل میشه روی این نوع دیدگاه شما ستاپ داشته باشید، ستاپ های کاملا مختلف، تاییدیه بگیرید، الگو داشته باشید یا حتی اوردر بکاری که به مرور بیشتر در موردشون صحبت خواهیم کرد. یادت نره این ویدیو رو حتما لایک کن و برای دوست و معامله‌گرت بفرست. در این اوضاع چه بهتر که ما به نشر علم بپردازیم به جایی که این محتوای زرد اینستاگرام رو برای هم بفرستیم.